رئیس سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخ، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند کودکستان 30 سالگی استقلال را که با طرح خیلی زیبا در مساحت 1 گکتار بنیاد و از نوسازی گردیده است، افتتاح نمودند. کودکستان 30 سالگی استقلال شهر خوجند دارای 14 گروه بوده، امکان دارد 400 نفر کودک را به تعلیم و تربیت فرا گیرد. با افتتاح این مؤسسه تا مکتبی 60 نفر متخصصان و مربیان امکان پیدا نمودند که در شرایط خوب و معاصر کاری به تربیت کودکان سن تا مکتبی مشغول شوند. چه خیلی که ما دیده ایستاده‌ایم بنیاد باز یک کودکستان زمانوی که مجهز با تمام شرایط‌های مساعد جهت تربیت نمودن کودکان صاحب استقلال از طرف پیشوای معظم ملت برای ما کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی هدیه گردید. این غمخواری و توجه به واسطه پرزیدنت کشور ما مربیان و کارمندان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی را به آن وادار می‌سازد که تمام قوه و استعداد و مهارت و ملکه کسبی خویش را بهر تعلیم و تربیت نسل‌های در آینده سازنده و بنیادکار و پیشرفت جامعه روانه نماییم. وظیفه ما مربیان و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی این کودکان را که آنها وارثان عالی سامان می باشند همه جهت تعلیم و تربیت نماییم تا که آنها در آینده بهر وطن عزیز و محبوبمان که نام تاجیکستان است و آنها را با غمخواری های خود فراهم گرفته ایستاده است صادقانه و صافدلانه خدمت نموده برای بلند برداشتن نام آن همیشه سعی و کوشش نمایند. کودکستان مذکور دارای خانه قبول کودکان، تالارهای وسیع تعلیمی، حجره‌های برهوا برای خواب کودکان، نقطه سانیتری، تالار موسیقی، تالار برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی، حجره‌های طبی، آشخانه، انبارهای مواد خوراکه برای سبزیجات و غله‌دان میباشد. از توجه، دستگیری و غمخواری پدرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت فراهم آوردن جای کاری در روند تعلیم و تربیت با تمام شرایط‌ها منتداری صمیمانه خویش را اظهار می‌داریم. در جریان فعالیت همه‌روزه ما کوشش به خرج می‌دهیم که نسل نورس را با دانش‌های زمانوی مسلح نموده در تربیت آنها در برابری پدر و مادرشان سهمگذاری نماییم. ما امروز فخر می‌کنیم که در زمان استقلالیت نورسان زاده استقلال را تربیت نموده از زینه نخستین حیات آنها را راهنمایی می‌نماییم. کودکان خوشبخت ما در بهترین شرایط و امکانیت‌ها تربیت می‌گیرند و دانش و جهانبینی‌شان موافق به طلب زمان معاصر می‌گردد. باعث افتخار است که بعد ختم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باپاجان غفوروف به طریق آزمون به باغچه 30 سالگی استقلال با کار تأمین شده. اینچنین در صحن حولی کودکستان 7 ایوانچه، میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال، 2 حوض شناوری بنیاد گردیده است. در این مؤسسه تا مکتبی آموزش با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. باعث خوشنودی و سرفرازی است که ما ملت سربلند تاجیک 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با نتیجه های نظررس استقبال می‌گیریم. تاجیکستان عزیز ما تحت رهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرحله به مرحله به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است که به نیک احوالی مردم مساعدت نموده است. همراه با استقلالیت کشور موفق گشتن به وحدت ملی بزرگترین دستاورد ملت تاجیک به حساب می رود. از این رو با اقدام پیشوای معظم ملت امروزها در قلمرو تاجیکستان چندین مؤسسه و کودکستان‌های زمانوی ساخته شده به فعالیت شروع کرده ایستاده است. ما جوانان دوره استقلالیت
شکرانه دولت صاحب اختیار و آزاد خیش را به جا آورده برای گلگل شکوفی وطن عزیز صافدلانه خدمت می نماییم. این گلغنچه های دوران استقلال را در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی تربیه می نماییم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت کودکان در کودکستان زمانوی به کارهای از نوسازی و شرایط مؤسسه بهای بلند دادند. ساکنان شهر خوجند مؤسسه تا مکتبی موثر را تحفه ارزنده حکومت تاجیکستان برای نسل آینده ساز ملت ارزیابی کرده به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای همه غمخواری ها اظهار سپاس و مینه‌داری نمودند. Мой край родной, мы все гордимся тобой. Я живу в Таджикистане, я люблю свой край родной. Он хорош зимой и летом, но особенно весной. Ребята, что такое природа? Природа — это то, что нас окружает повсюду. Это солнце, горы, реки, моря, животные, птицы, деревья, цветы. Мы должны очень нежно и бережно относиться ко всему, что подарила нам природа. Природа — это самое прекрасное, что жизнь каждого человека. Она нас окружает везде. Ребята, мы должны защищать нашу природу. Защита окружающей среды — это значит защищать и оберегать свою родину. Мы, дети, часть природы, рождены, чтобы любить и оберегать ее. Мы обещаем беречь, любить природу нашего Таджикистана. Если ей не накопить, можно многое купить. Дом, одежду и завод, пароход и самолет. Но нельзя купить росу, птичье пение в лесу. И не спрячешь кошелек, родничок и тополек. Дедушка президент, спасибо за детский сад. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران را برای تربیت کودکان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی و از بر نمودن و آموختن علم‌های معاصر هدایت نمودند. Хорошо чуешь? Кто вышел? Шназ говорит. Забоны вчера хунде, английский хунде, точки хунде. Как он шер ведет? Шер ведет? Когда он шер? Я шер ведет. Я шер. Ты шер. Шер.
چرا چند چرا سنگی چرا مالا گوشم دا بگوانی خیلی خواه نه؟ نمیخواه تو شعر بدانی؟ خواه منظری که داگستان تازه بهاری وطن منظری که داگستان تازه بهاری وطن احسان انیز کنج تنهای کتابت فرق سوپ دانای کتابت احسان باید تا دیگر با کی بدانه شه؟ روشینم اعتقار و ویزه کی میکن رانی شازده بیری کادا مجده بیر نسلی سیل چود که دوی وقت نسیان سیده میجرد بیر افسوز میزشتر رحمان Dojik kata kati leyse boş tak dojik dağıta dökünye de yağsa. رحمان با کی؟ کنی؟ Nakaniye pisaris naniye dirasi sasla tosi dela Mama son salojik mama neni skuša mama daragaya mila je ravnaja mama ljubi zečir na balšak na neće mama ljubi ne angrivoja. رحمان Tačak stastra narad sveti zbi bez nam dođu zjab linka nakdajem Moje točak stajski gastam Yasuma sundaki bohu jama manzari kudakistan toza bahori vatak manzari kudakistan toza bahori vatak Chaman chaman tamosha vatan vatan tamano Chaman tamosha vatan tamano این همه مخوصفا هایده شد از پیشوا این همه مخوصفا هایده شد از پیشوا احسان انا كل ما هذا انتظر راس كده دكتور مش حتما طبيب مش فهمتي حتما دكتور كمان طبيب مش كمان شو میگه طبيب مش دكتور مش دكتور ماجگولو یاسما سیدی دوچه مازری که تاکستان تازه بهاری وطن مازری که تاکستان تازه بهاری وطن چمان تماشا وطن تمانا چمان تماشا وطن تمانا این همه مروصفا آگه شد از پیشوا این همه مروصفا آگه شد از پیشوا احسان دختری ماده یک توفا بیارم در کودکستان 30 سالگی استقلال از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان به کودکان و نورسان تحفه‌های نوروزی تقدیم کرده شد. Thank you.